دوستان سلام. هسته خرما دارای خواص شگفت‌انگیز درمانی است و برای سلامتی بدن بسیار مفید است. دانه خرما مانند میوه خرما دارای خواص و فواید بسیار زیادی است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. اگر به بازار سری بزنید، مشتقات هسته خرما از جمله پودر هسته خرما، قهوه بدون کافئین هسته خرما، روغن هسته خرما و سرمه هسته خرما موجود است. هسته خرما به عنوان یکی از روش‌های درمانی سنگ کلیه و کیسه صفرا مورد استفاده قرار می‌گیرد. هسته خرما حاوی گروهی از آمینو اسیدها، اسید اگزالیک، فیبرهای مفید برای سیستم گوارش و همچنین ظرفیت بالای آن برای کاهش وزن سریع است. مصرف آرد هسته خرما می‌تواند در کاهش وزن و لاغری افراد چاق بسیار مفید و مؤثر عمل کند، به این صورت که آرد هسته خرما میزان سوخت کالری را 2 برابر می‌کند و بهترین گزینه برای بیماران دیابتی است، زیرا قند خون آنها را کنترل می‌کند. آرد هسته خرما همچنین به درمان موخور و ریزش مو کمک می‌کند. یکی دیگر از فواید دانه خرما بهبود زخم معده است. دانه خرما می‌تواند زخم‌های معمولی را نیز درمان کند. دانه خرما را بسوزانید و بعد از سرد شدن در نزدیکی محل جوش له کنید. جراحت شما با سوزاندن دانه خرما و گذاشتن آن در محل مذکور بهبود می‌یابد. زیبایی پوست و درمان چین و چروک از فواید شگفت‌انگیز روغن دانه خرماست. این روغن به دلیل داشتن ویتامین‌های B، A و آهن بسیار مؤثر است. همچنین به دلیل داشتن ویتامین‌های گروه B مشکلات پوستی را درمان می‌کند. بنابراین هر روز مقدار کمی روغن هسته خرما را روی صورت خود بمونید. پس از مدت کوتاهی متوجه خواهید شد که پوست چربی را جذب کرده و به عنوان یک مرطوب کننده خوب عمل می‌کند. روغن دانه خرما دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی است که تمام مشکلات پوستی را درمان می‌کند. همانطور که گفتیم، دفع سنگ کلیه یکی دیگر از فواید باور نکردنی دانه خرماست. افرادی که از سنگ کلیه یا مثانه رنج میبرند میتوانند دانه‌های خرما را بکوبند و در آب دم کرده و روزی 2 بار بنوشند. دانه خرما برای درمان ناراحتی‌های گوارشی به ویژه اسهال مزمن مفید است. خرمای ارگانیک نیز به عنوان یک ضد عفونی کننده قوی عمل می‌کند و باکتری‌های وارد شده به دستگاه گوارش را از بین می‌برد. روغن هسته خرما به دلیل داشتن انواع ویتامین‌ها به ویژه ویتامین‌های K و A برای ترمیم ناخن‌ها مؤثر است. دانه خرما شیر مادران را افزایش می‌دهد و از سیستم ایمنی بدن زنان باردار حمایت می‌کند. به زنان باردار توصیه می‌کنیم چندین بار در هفته پودر دانه خرما بخورند. دانه خرما دارای خواص آنتی اکسیدانی است، از سیستم ایمنی بدن حمایت می‌کند و از آسیب به ساختار DNA جلوگیری می‌کند. روغن دانه خرما حاوی آهن است که از ریزش مو جلوگیری می‌کند. همچنین به رشد مو کمک می‌کند. استفاده از این روغن موها را نرم کرده و به رشد مو کمک می‌کند. می‌توانید سر خود را با روغن دانه خرما ماساژ دهید. حاوی ویتامین‌ها و مواد مغذی است و به ضخیم‌تر شدن و بهبود موهای شما کمک می‌کند. پژوهشگران فعال در طب سنتی خواص بیشماری را برای هسته خرما، پودر هسته خرما و روغن هسته خرما بیان کردند. از جمله این خواص می‌توان به بهبود سیستم ایمنی بدن، بهبود و کنترل دیابت، تسکین دهنده دردهای موضعی، سم‌زدایی از بدن و بهبود عملکرد کلیه‌ها اشاره کرد. همچنین میزان بالای فیبر موجود در هسته خرما موجب کاهش لیپوپروتئین‌ها در خون می‌شود و از این طریق به کنترل و کاهش فشار خون و چربی خون اثر می‌گذارد. علاوه بر این، فیبر بالای موجود در هسته خرما در تسهیل هضم گوارش غذا مؤثر و مفید است. منبع غنی از آنتی اکسیدان است که نقش بالقوه‌ای در مهار رادیکال‌های آزاد بدن، پیشگیری از سرطان و جلوگیری از آسیب به ساختمان DNA دارد. در دنیا مقدار غذای مورد نیاز برای تامین خوراک دام‌ها در حال افزایش است. هسته خرما منبع غنی از کربوهیدرات است که قیمت آن ارزان بوده و پتانسیل قرارگیری در غذای دام‌ها را دارد. اضافه کردن هسته خرما به غذای نشخوار کنندگان می‌تواند باعث بهبود رشد و افزایش سطح هورمون رشد در آنها شود. از دیگر خواص آن این است که با توجه به داشتن مقادیر کافی و مناسب از مواد معدنی مانند روی، کلسیم، پتاسیم و سدیم باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی و عصبی می‌شود. هسته خرما دارای چندین ترکیب دارویی است که یکی از این ترکیبات مانند کورتیکواستروئیدها عمل می‌کند و برای درمان اختلالات کلیه و مثانه، التهاب و بیماری‌های عفونی استفاده می‌شود. پودر هسته خرما و مخصوصاً دم کرده قهوه هسته خرما برای کنترل قند خون و دیابت بسیار مؤثر است.
مصرف هسته خرما به صورت پودر آن و یا به صورت دمنوش میتواند در پیشگیری از ابتلا به دیابت نقش مفیدی داشته باشد. پودر هسته خرما و به طور ویژه دم کرده قهوه آن